سلام، من سیوان هستم و به کارگاه من خوش اومدید. مجددا سلام عرض میکنم خدمت همگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این قسمت میخوایم راجع به کتابخونه اوپن سی وی صحبت بکنیم. این کتابخونه یک کتابخونه پردازش تصویری هست که در اون یک سری توابع، یک سری فانکشن ها وجود داره که میتونن یک سری تغییرات رو روی تصاویر انجام بدن، یا به اصطلاح یک سری پردازش ها رو روی تصاویر انجام بدن. و بر اساس اون پردازش ها میتونیم ما یک سری کارهای مختلف، یک سری تسکای گوناگون رو انجام بدیم. و از این جهت خیلی حائز اهمیته که هر فردی که در حوزه پردازش تصویر میخواد فعالیت بکنه با این کتابخونه آشنا باشه. امروزه اگه دقت کرده باشین به موقعیت شغلی هم که وجود دارن، مثلا به عنوان مثال شغل هایی مثل کارشناس پردازش تصویر یا کارشناس بینایی ماشین، معمولا یکی از تخصصهایی که نیاز دارن آشنا بودن با این کتابخونه اوپن سی وی هستش. که حالا من در این قسمت، در این در واقع دوره‌ای که ساختم، قصد دارم یک سری از فانکشن های مهمی که این کتابخونه داره راجبشون صحبت بکنم و شما رو با این قسمت آشنا بکنم که این فانکشن ها چه چیزایی هستن و راجب اونها صحبت بکنم. خب، من یک سری سرفصل انتخاب کردم که قراره راجع به اونها دونه به دونه صحبت بکنیم و جلو بریم. خب، ما در ابتدا یک مقدمه ای رو از تصاویر میگیم، ببینیم اصلا تصاویر چه چیزایی هستن و منظور اصلیمون از تصویر چیه و راجع به اینها یکم صحبت بکنیم. بعدش راجع به نحوه خوندن تصاویر و ویدیوها در پایتون با استفاده از این کتابخونه رو براتون توضیح میدم و شما رو آشنا میکنم چجوری بتونیم یک تصویر رو بخونیم یا یک ویدیو رو بخونیم و اون رو نمایشش بدیم در پایتون البته. خب، بعد شما رو با رسم اشکال مختلف مثل خط، رسم در واقع مستطیل، دایره و اینا آشنا میکنم و بهتون میگم که چجوری ما میتونیم یک سری متنها رو روی تصویر قرار بدیم و اون متن رو روی تصویر بنویسیم. حالا به موقعش راجع به اینو کامل صحبت میکنیم. بعدش راجع به ریسایزینگ و کراپینگ میخوام صحبت بکنم که ما چجوری میتونیم یک تصویر رو ریسایز بکنیم، ابعادش رو کاهش یا بزرگ بکنیم، یا اینکه یک تصویر رو چجوری برش بدیم، اون رو کراپش بکنیم. بعد یک سری توابع پایه رو با هم دیگه بررسی میکنیم و همچنین میرسیم به بحث سایش و لایه‌گذاری یا همون اروژن و دایلیشن. این بحث سایش و لایه‌گذاری خیلی حائز اهمیته، خیلی مهمه و یک تسکی هستش که خیلی میتونه تصاویرمون رو ترتمیز، مرتب و تصویر خیلی در واقع واضحی رو برای ما تولید بکنه. حالا راجبش کامل صحبت میکنیم در قسمت معرفیشون. خب، بعدش میایم راجب چرخش تصاویر صحبت میکنیم که همون ایمیج روتیشن هست و شما رو با نحوه روتیت کردن تصاویر، با مثلا زوایای روتیت اینا آشنا میکنم. همچنین نحوه به هم پیوستن تصاویر رو بهتون میگم که همون ایمیج استکینگ یا در واقع کانکتینیتینگ هست که راجع به اون هم با صحبت میکنیم و میرسیم به بحث محیط اشکال یا همون فایند کانتورز که این خیلی مهمه، این خیلی کاربردی هم هستش که ما چجوری بتونیم اشکالی که در تصویرمون وجود دارن اونا رو بیایم و محیطشون رو پیدا بکنیم که راجع به اون هم صحبت میکنیم و در آخر میرسیم به بحث تشخیص چهره یا همون فیس دیتکشن و این کارها رو ما قراره در این دوره انجام بدیم و کدنویسی اونها رو کامل یاد بگیریم. خب، به عنوان بحث اولمون بریم یک مقدمه از تصاویر رو بگیم، ببینیم تصاویر واقعا چه چیزایی هستن. خب، به این شکل دقت بکنید، به این عدد 8 دقت بکنید. این یک تصویر گری اسکیل هستش. منظور از گری اسکیل اینه که ما فقط یک کانال داریم، یعنی اون تصویرمون فقط دارای رنگای گری یا همون توسی رنگ هستش که پایین ترین لولش میشه مشکی، بالاترین لولش میشه سفید و بین این سفید و مشکیه ما درجات مختلفی از رنگهای توسی رو داریم. مثلا دقت بکنید این پیکسله رنگ تقریبا توسی پررنگی رو داره، یا مثلا توسی بغلش توسی متوسطه، این وریش یکم توسی کم رنگ تره
و یه چند درجه توسی داریم تا اینکه ابتداش میشه رنگ مشکی، انتهاش میشه رنگ سفیدی که وجود داره. خب اینا رو ما بر اساس اعداد نشون میدیم، یعنی اینکه ما یک بازه تعریف میکنیم از اعداد. مثلا اون بازه پایین ترین عددش میشه رنگ مشکی، بالاترین عددش میشه رنگ سفید. در نتیجه میتونیم بگیم که تصاویر در واقع یک سری اعداد هستن، یک سری ماتریس هستن. بهتر بگم یک ماتریسی از اعداد هستن و این اعداد رنج متفاوتی دارن. میتونن مثلا یک بازه‌ای داشته باشن که چون حالا من گفتم این تصویر ما گری اسکیل هست، پایین ترین عدد ما میشه 0 که همون رنگ مشکی رنگ هست، بالاترین عدد ما میشه 255 که سفید رنگ هستش و بین این دوتا عدد، یعنی از عدد 1 تا 254 ما میتونیم رنگ توسی داشته باشیم و درجه روشناییشون که دیگه با هم متفاوته و هر چقدر به عدد 0 نزدیکتر باشیم پررنگتر و نزدیک به مشکی هست و هرچی به عدد 255 نزدیک میشیم رنگش سفید در میاد در واقع. پس ما یک سری اعداد داریم توی تصاویر و ما قراره توی بحث پردازش تصویر با این اعداد کار بکنیم، یک سری در واقع پردازش رو روی این اعداد انجام بدیم و خروجیاشون رو مشاهده بکنیم. خب این اعداد گفتیم که یک رنج خاصی دارن. توی این تصویری که ما مشاهده کردیم رنجشون بین 0 تا 255 بود که خب ما میتونیم رنج های دیگه هم داشته باشیم که اون دیگه بستگی به نوع تصویر داره. مثلا تصویرمون چند بیتی باشه، مثلا 8 بیت کالر ایمیج داشته باشیم، 10 بیت کالر ایمیج داشته باشیم یا مثلا 12 بیتی باشه و به همین ترتیب دیگه. حالا بالاتر هم باز داریم که حالا در ادامه راجع به این 8 بیت صحبت میکنم که چی هستش. خب بریم راجع به تصاویر رنگی صحبت بکنیم. تصاویر رنگی در واقع توی کامپیوترها دارای یک سری با یک سری فضاهای رنگی ساخته میشن. مثلا اکثر تصاویری که ما داریم توی فضای رنگی RGB هستن، یعنی رد و گرین و بلو. این یک فضای رنگیه به این منظور که ما کل رنگ هایی که داریم رو میتونیم با استفاده از ترکیب خاصی از این سه تا رنگ اونا رو بسازیم. مثلا دقت بکنید اگه ما بیایم رنگ قرمز رو با رنگ آبی ترکیب بکنیم میتونیم به یک همچین رنگ حالا تقریبا بنفش رنگی میرسیم، یا مثلا رنگ قرمز رو با سبز ترکیب بکنیم میتونیم به رنگ زرد برسیم. و خب با ترکیب خاصی دیگه با در واقع به نسبت خاصی اگه بیایم این سه تا رنگ رو با هم دیگه ترکیب بکنیم میتونیم یک طیف رنگی از رنگ ها رو داشته باشیم. خب توی تصاویر رنگی هم این در واقع صدق میکنه و ما مثلا توی این تصویر حالا رنگ آبی آسمون رو داریم، برف رو داریم، حالا رنگ‌های آبی کمرنگ رو داریم که مربوط میشن به سایه این صخره ها. بعد ارزم به حضور شما رنگ سبز رو داریم واسه چمن، رنگ قهوه‌ای رو داریم که مربوط میشه به چوبای این خونه. اینا رو داریم توی این تصویر و خب ما اینا رو میایم با استفاده از این سه تا رنگ میسازیم، یعنی رنگ قرمز، آبی و سبز. و خب به نسبت خاصی اینها رو اگه بیایم با هم ترکیب بکنیم مثلا میتونیم رنگ قهوه‌ای رو بسازیم. خب این ستا رو ما میتونیم در کانال های تصویر اونا رو در واقع قرار بدیم و این رنگه رو بسازیم. یعنی فکر بکنید مثلا این تصویری که ما داریم 100 پیکسل در 100 پیکسل هست، یعنی 100 پیکسل عرض داره، 100 پیکسل طول داره و در واقع سه تا کانال داره، سه تا کانال رنگی داره که اون سه منظور این سه تا رنگ آبی و در واقع قرمز و آبی و سبز هستش که اون کانال ها رو بهش میگیم کانال های RGB. پس در نتیجه اگه ما یک تصویر رنگی داشته باشیم، شیپی که این تصویر داره به این صورته که یه طول داره، در واقع یه عرض داره، یه طول داره، یه عمق داره که اون عمقش میشه این سه تا کانال و ما اون رو دیگه نمیبینیم، فقط ما طول ارزش رو میبینیم که اون عمق رنگ ها رو برای ما تولید میکنه. خب این بود از تصاویر در واقع رنگی. حالا ما فضاهای رنگی مختلف هم باز داریم. این فضای رنگی RGB هست که اکثرا از این استفاده میشه، منتها
ما فضای رنگی HSV داریم، Hue Saturation Value، یا مثلا فضای رنگی CMYK رو داریم و چند تا فضای رنگی دیگه. و فعلا شما راجع به این فضاها همین RGB رو متوجه بشین کافیه فعلا. خب اینم از این. راجع به بیتا صحبت بکنیم. ببینین وقتی ما میگیم 8 بیت کالره یعنی چی؟ منظور چی هستش؟ مثلا 10 بیت چیه؟ بعد 12 بیت چیه؟ اینا راجبشون یکم صحبت بکنیم. خب به این تصویر دقت بکنید. این تصویر هر مربع کوچیکیش رو یک پیکسل در نظر بگیرید که خب این اومده این پیکسل رو اصلا دیگه جدا کرده در واقع، یعنی به صورت یک ماتریس در آورده. در این حال این پیکسل دیگه کنار هم قرار میگیرن و ما اینجوری چارخونه دیگه نمیریم، به صورت گرید مانند دیگه اون رو نمیبینیم. خب ولی این انقدر زوم کرده که ما میتونیم این پیکسل ها رو مشاهده بکنیم و رنگ اونها رو ببینیم چی هستش. خب این پیکسل رو دقت بکنید، حالا یه رنگ بنفشی داره تقریبا، یه بنفش پررنگ. ما اگه بیایم بخوایم این رنگه رو بسازیم، ما به اندازه 90 واحد رد نیاز داشتیم، به اندازه 0 واحد گرین و به اندازه 53 واحد هم بلو نیاز داشتیم و با ترکیب این ستا ما تونستیم در واقع رنگ بنفش رو بسازیم. حالا اینجا ما گرین نداشتیم کلا، مثلا به اینجا دقت بکنید. یه رنگ تقریبا صورتی کمرنگ یه اسکینیه در واقع. ما با ترکیب 249 واحد از رنگ قرمز، 215 واحد از رنگ گرین و 203 واحد از رنگ بلو تونستیم اینا رو با هم ترکیب بکنیم و به این رنگه برسیم. و به همین ترتیب واسه همه پیکسل ها و واسه همه رنگ ها این صدق میکنه و ما بر اساس این سه تا رنگ میتونیم با ترکیب اونا این رنگ ها رو بسازیم. خب وقتی میگن 8 بیت کالر یعنی چی؟ یعنی اینکه دو به توان 8 حالت میتونن بگیرن این رنگا. یعنی چی؟ یعنی 256 تا. مثلا رنگ قرمز میتونه از 0 تا 255 متغیر باشه، یعنی از 0 بگیره به خودش تا 255. در کل میشه 256 تا حالت. برای در واقع گرین هم به همین صورت، برای رنگ بلو هم به همین صورت. یعنی اعدادشون میتونه از 0 باشه تا 255، 0 تا 255، 0 تا 255. خب با ترکیبی از اینها ما میتونیم رنگای خاصی بسازیم که به اون تصویرها بهشون میگن 8 بیت کالر ایمیج. یعنی رنگاشون به صورت 8 بیت دارن دیگه، یعنی از 0 تا 256 هم فقط. و به این صورت ما میتونیم یک تصویر رو رنگامیزی بکنیم با ترکیبی از این رنگا. خب وقتی ما میگیم 10 بیت کالر ایمیجه یعنی چی؟ یعنی رنگایی که در اون وجود داره به ازای کانال ردش 2 به توان 10 تا حالت میتونه بگیره که میشه 1024 یا همون 1024. یعنی ردش میتونه 0 تا 1023 باشه، گرینش میتونه 0 تا 1023 باشه، بلوش میتونه 0 تا 1023 باشه و قاعدتاً رنج یا طیف بیشتری از رنگا رو ما میتونیم بسازیم. چرا؟ چون اینکه دامنه این اعداد بیشتره و ما رنجمون بالاتره، رنگای بیشتری رو میتونیم بسازیم و به همین ترتیب 12 بیت کالر ایمیج هم که میشه 2 به توان 12 معادل 4096 تا حالت میتونن اینا به خودشون بگیرن. و به این ترتیب ما میتونیم متوجه بشیم که یک تصویری که 8 بیت کالر هست رنگش محدودتره نسبت به تصویری که 10 بیت کالر هست و این بازم محدودتره نسبت به تصویری که رنگاش 12 بیت کالر هستن. یعنی هرچی این بیت میره بالاتر ما طیف بیشتری از رنگ ها رو میتونیم بسازیم و در واقع رنگ های بیشتری رو ببینیم. خب اینا رو خلاصه بکنیم. ببینید ما اگه تصویرمون 8 بیت باشه قسمت ردمون میتونه 256 تا حالت بگیره، گرین 256 تا حالت، بلو 256 تا حالت. اگه اینا رو در همدیگه ضرب بکنیم در کل ما با ترکیبی از اینها میتونیم 16 میلیون و 777 هزار خورده ای رنگ بسازیم از ترکیب این در واقع رنگ ها که بازه هر رنگ هم از 0 تا 255 میتونه تغییر بکنه. اگه این تصویر 10 بیتی داشته باشیم این طیف بالاتر هستش، یعنی از 0 تا 1023 تغییر میکنه. در نتیجه برای رد و گرین و بلو
ما هر کدوم 0 تا 1023 رو میتونیم داشته باشیم و با ترکیبی از اینها میتونیم در واقع 1,073,000,000 خورده ای رنگ بسازیم. خب برای 12 بیت هم به همین شکلی که 0 تا 4095 هستش برای هر کانال. پس با ترکیبی از اینا میتونیم هولوهوش 68 میلیارد رنگ بسازیم و این قاعدتاً طیف رنگی خیلی بیشتری داره نسبت به در واقع 12 بیت، خیلی طیف رنگیش بیشتره نسبت به 10 بیت و به همین ترتیب 10 بیت هم خیلی دامنه رنگاش بیشتره نسبت به 8 بیت. خب بریم یه تصویر ببینیم که اینا رو واضح‌تر نشون میده. خب این تصویر سمت راستی رو دقت بکنید. این تصویر اومده به دو قسمت سمت چپ و راست تقسیم کرده که سمت راستش 8 بیته یعنی 8 بیت کالره، سمت چپش 10 بیت کالره. یعنی چی؟ یعنی اینکه رنگایی که داخل این قسمت وجود دارن در واقع از 0 تا 255 هستن و خب ما در مرکز رنگ قرمز رو داریم. هرچی از مرکز فاصله میگیریم این رنگ کمرنگ و کمرنگ تر میشه که خب به نحویه که چون ما رنگامون محدوده میتونیم اختلاف بین این رنگ ها رو ببینیم. یعنی داریم متوجه میشیم که این رنگ ها دارن هی کمرنگ و کمرنگ تر میشن، پله پله داریم اینا رو مشاهده میکنیم. منتها اگه 10 بیت باشه دیگه این اختلاف رنگا رو نمیبینیم. چرا؟ چون اینکه دامنه رنگمون بالاتره، ما میتونیم طیف وسیعتری از رنگا رو بسازیم و خب اختلاف بین رنگا رو اون موقع نمیتونیم تشخیص بدیم و حاصل شده این سمت چپ این تصویره که ما این لایه ها رو یا این کمان ها رو دیگه در این قسمت مشاهده نمی کنیم. یا مثلا این تصویره رو دقت بکنید، تصویر یک منظره ای هستش که سمت چپش 8 بیته، 8 بیت کالر هست، سمت راستش 10 بیت کالره که در سمت چپش مشاهده میکنید مثلا ما اختلاف بین رنگ ابرها رو میتونیم مشاهده بکنیم. یعنی آفتابی که اون غروبی که داره رخ میده و اون نور آفتابی که به ابرا میخوره هی رنگای مختلفی ایجاد کرده. یعنی پله پله مثلا از نارنجی شروع کرده اومده تا رسیده به حالا قهوه‌ای رنگ و ما اختلاف اینا رو داریم میبینیم. ولی خب اگه ما تصویرمون 10 بیت باشه، 10 بیت کالر داشته باشیم، یه تصویر خیلی شکیلتر داریم، یک تصویر در واقع قشنگتر و زیباتر از ابرا رو میبینیم. چرا؟ چون اینکه طیف رنگا بیشتره و ما اختلاف بین رنگا رو نمیتونیم تشخیص بدیم و به همین دلیل ما میتونیم مثلا ابرا رو به حالت خیلی قشنگتر و شکیلتری اون رو ببینیم و از این منظره واقعا از عکسش از تصویرش لذت ببریم. خب این بود از بحث تصاویر که چه چیزایی هستن، به چه صورت هستن، فضای رنگی چه شکلیه این تصاویر. حالا باز میگم این تصاویر رنگی هم باز اعدادن دیگه، اعدادشون در واقع ماتریسشون 3 تا کانال داره، یعنی 3 تا عمق داره. یا حالا مثلا شما اگه بخواین یک تجسم فضایی داشته باشین یه مثلا مکعب روبیک رو تجسم بکنید که یک طول و عرض و بگیم یک عمق داره یا ارتفاع داره که قسمت ارتفاعش میشه همون 3 تا کانال رنگی. خب این بود از مقدمه بر تصاویر. بریم وارد بحث خوندن تصاویر و ویدیوها بشیم که شروع بکنیم به کدنویسی در پایتون و نوشتن حالا توضیح دادن کدها. خب توی پایتون ما اگه بخوایم تصاویر و ویدیوها رو بخونیم از این کتابخونه اوپن باید استفاده بکنیم. خب حالا البته کتابخونه های مختلف دیگه هم وجود داره که بر اساس اونا میتونیم مثلا تصاویر رو بخونیم. منتها موضوع بحث ما فعلا کتابخونه اوپن هستش و این کتابخونه خیلی کتابخونه قدرتمندیه. حالا راجبشون صحبت میکنیم که چرا من میگم قدرتمنده، در ادامه متوجه میشیم. خب قبل از اینکه شروع بکنیم به نوشتن کدها ما باید بیایم این کتابخونه رو فعلا نصبش بکنیم. من در جلسه قبلی بهتون گفتم که برای اینکه یک کتابخونه رو نصبش بکنیم ابتدا وارد قسمت کامنت پرامپت میشیم یا همون CMD می نویسیم توی قسمت ویندوز و وارد کامنت پرامپت میشیم. از اینجا برای نصب یک کتابخونه باید دستور pip install و اسم اون کتابخونه رو بنویسیم که حالا کتابخونه اوپن سی وی
برای نصبش باید بنویسیم OpenCV خط فاصله پایتون. چون حالا این پایتونش رو حتما باید بنویسیم، چون اینکه حالا یک ورژن هم برای C++ داره دیگه. ما میخوایم ورژن پایتونیش رو نصب بکنیم. خب من اگه الان اینتر بزنم شروع میکنه به نصب این کتابخونه و خب من چون از قبل این رو نصب کردم دیگه به من میگه آقا من این رو نصب کردم requirement already satisfied و این نصب شده. ولی خب اگه واسه شما نصب نشده بود قاعدتا یه دونه پروگرس باری ایجاد میشه، یه چیزی تا ته باید در واقع پر بشه و یک فایل هایی دانلود بشن و شروع بکنه بعد از دانلود فایل ها نصبشون دیگه اونا رو نصب بکنه. ولی خب چون من از قبل نصب کردم به من میگه که نصب شده از قبل. یک کتابخونه دیگه هم میخوایم نصبش بکنیم که خیلی کاربردیه. من اسمشو بهتون میگم، شما هم نصب بکنیم، حالا در ادامه توضیح میدم راجع به این کتابخونه. اونم اینه که بنویسید پیپ اینستال کتابخونه نامپای، اینتر بزنید که این کتابخونه هم واسهتون نصب بشه. که خود باز من میگم این کتابخونه واسه من نصب شده و دیگه نیازی نیست نصب بشه. اگه دقتم کرده باشین من وقتی زدم پیپ اینستال OpenCV پایتون اومد کتابخونه OpenCV رو نصب کرد، به همراهش نامپای رو هم نصب کرد که اونم یکی از پیش نیازهای این کتابخونه هستش و باید این کتابخونه هم به همراه OpenCV نصب بشه. ولی خب من محض احتیاط باز گفتم که بیام این کتابخونه رو نصب بکنم که مطمئن بشیم به صورت کامل روی سیستم دیگه نصب شده. خب بعد از اینکه کتابخونه ها رو نصب کردیم توی فصل دوممون ما میخوایم بیایم تصاویرمون رو بخونیم و اونا رو نمایش بدیم. بعدش بیایم راجع به ویدیوها صحبت بکنیم، ویدیوها رو با استفاده از پایتون اجرا بکنیم. خب برای استفاده از این کتابخونه OpenCV حتما در ابتدا باید اون رو ایمپورتش بکنیم دیگه، این یه چیز آشناییه و همه بلدن. خب پس می‌نویسیم ایمپورت. بعد حالا اسم کتابخونه رو باید بیاریم. اسم این کتابخونه توی ویندوز توی در واقع قسمت سایت پکیج به صورت CV2 ذخیره شده و اسم اون CV2 هستش، یعنی فولدری که مربوط به اون CV2. خب ما هم می‌نویسیم import CV2. در ادامه یه دونه از من میذارم، از یعنی که آقا من یه اسم مستعار میخوام براش تعریف بکنم، یعنی دیگه من نمیخوام هر بار صدا بزنم CV2 مثلا کتابخونه CV2 برو مثلا تابع فلان تو بردار. اون دوار یه ذره اذیت میشه با اون دوار رو من نمی‌نویسم، پس همون می‌نویسم از CV دیگه، یعنی از این به بعد به اسم CV من صدات میزنم. خب این کتابخونه رو ایمپورت کردیم، من اون رو اجرا میکنم. بعد بیایم یک تصویر رو بگیریم. من یه دونه ایمیج تعریف میکنم، حالا بذاریم کامل بنویسم ایمیج مساوی هستش با CV دیگه، این بار CV صدا میزنم دیگه، نمیگم CV2 CV فقط. بعد میگم یه تابعی داری توی خودت به اسم تابع onRead. خب اون رو بیا میخوام یه کاری برام انجام بدی. اون کاری چی هستش؟ میگم آقا بیا برا من یک تصویر رو بخون و توی ایمیج قرار بده. این تابعه قراره این کار رو برای من انجام بده. منتها یک ورودی داره این تابعه که ورودیش چیه؟ ورودیش آدرس فایلی هستش که داخل سیستمتون وجود داره و اون فایل اون آدرسه رو باید به صورت یک استرینگ به این قسمت وارد بکنیم. ما گفتیم استرینگ ها رو یا با دابل کوتیشن می نویسیم یا با سینگل کوتیشن، حالا فرقی نداره، من با دابل کوتیشن می نویسم. خب من تو این آدرسی که داخل سیستمم هست یه سری تصاویر قرار دادم که حالا وارد اون میشم. دایرکتوری رو باز میکنم، از این بالا وارد این قسمت میشم. خب من میخوام از اینجا این تصویره رو بردارم. برای این کار ابتدا میام این آدرس رو باز، حالا توی این قسمت هم که بود من این رو اینجا پیستش میکنم، یه دونه اسلش میذارم، بعد مجددا میام به اینجا اسم این تصویره رو نگاه میکنم، لنا هستش، پسوندش چیه؟ PNG. خب پس مینویسم lena dot png، یعنی برو توی این آدرس تصویر lena.png رو برای من بخون. خب این الان ممکنه به ارور بخوره. چرا؟ چون اینکه توی ویندوز نمیدونم حالا چرا این شکلیه، مایکروسافت چرا این
قضیه رو هی رفع نمیکنه. وقتی ما یک آدرس یک پسی رو اینجا پیست میکنیم، حتما باید این بک اسلش ها به صورت اسلش باشن، تا اینکه حالا با در واقع اسم هایی که پایتون اونا رو میشناسه در واقع اشتباه نگیره. مثلا اینجا ما بک اسلش تی رو داریم که حالا جلسه قبل در بحث پایتون صحبت کردیم. توی اند یا توی سپ که در دستور پرینت بود، ما یه دونه بک اسلش تی و یه دونه بک اسلش ان داشتیم که این الان پایتون، اینترپرتر پایتون یا مفسر پایتون احتمال داره این رو اشتباه برداشت بکنه و حالا بذار ببینیم که اشتباه میگیره یا نه. بله میگه آقا من اینو نمیشناسم یا درست نیست دیگه. You can't open یا read file check file pass. خب پس در نتیجه اینا رو حتما بیاین و از بک اسلش به اسلش تبدیل بکنید. حالا یه بار دیگه من این رو اجرا میکنم تا اینکه این فایل خونده بشه. الان این تصویر خونده شده، ماتریسش داخل متغیر ایمیج قرار گرفته که تا حالا توی اسپایدر اینجوریه که توی قسمت وریبل ها به ما میگه آقا شما متغیری به اسم ایمیج دارین، تایپش unsigned integer 8 هستش، یعنی 8 بیت 8 بیت اینتیجر هستش از نوع unsigned، یعنی علامت منفی ما نداریم توی در واقع ماتریس تصویرمون. ابعادش چیه؟ 512 در 512 در 3، یعنی طول و عرضش 512 در 512 هستش و این 3 منظور همون 3 تا کانال رنگی هستش و حالا اینا هم اعداد داخل در واقع ماتریسمون هستن که حالا بذاریم ایندکس 2 بگیریم. این الان کانال در واقع اعدادمون هست، کانال اولمونه که مشاهده میکنیم کلا اعداد، مثلا اعداد مختلف دیگه 512 در 512 تا عدده. خب این الان ما تصویرمون رو خوندیم. خب میخوایم اونو نمایشش بدیم. توی کتابخونه اوپن سی وی یه دونه دستور وجود داره به اسم دستور cv.amshow. خب cv.amshow یعنی من میخوام نمایش بدم. amread یعنی من میخوام بخونم، amshow یعنی میخوام نمایش بدم. خب این دستوره رو مینویسیم. این 2 تا ورودی از ما میخواد، ما باید 2 تا ورودی بهش بدیم. ورودی هاش چیا هستن؟ میگه آقا اسم ویندوز تو انتخاب بکن، ویندو در واقع پنجرت انتخاب بکن. من میگم ایمیج، اسم دیگه لزومی نداره، ببین وین نیمه دیگه، ویندو نیم. خب حالا الان نشونتون میدم چیه. بعد دومی که گفتیم وین نیممون باید حتما از نوع استرینگ باشه. دومیمون اینه که میگه آقا توی این پنجره‌ای که میخوای باز بکنی چی میخوای نمایش بدی؟ میگم آقا ایمیج رو میخوام برای من نمایش بدی. خب الان اگه من بیام این دستور رو اجرا بکنم، یک پنجره جدید باز میکنه، این تصویر رو برای من نمایش میده و اون رو فوراً میبنده، به طوری که من اصلا نمیتونم ببینم این تصویر چی بوده، چون انقدر سریع باز و بستش میکنه که من اونو نمیتونم ببینم. در نتیجه یه دونه دستور دیگه وجود داره که اون رو باید بنویسیم. میگم آقا cv.waitKey ثبت کن، من میخوام ببینم اون تصویر رو. خب میگه آقا چند ثانیه میخوای ببینی؟ میگم آقا 1 ثانیه. این هزاره منظور 1 ثانیه هستش، یعنی 1 میلی ثانیه هستش در واقع. پس 1000 میشه 1000 میلی ثانیه که میشه 1 ثانیه در واقع. این 1 ثانیه یک پنجره باز میکنه، این تصویر رو برای من نمایش میده و خودش میبنده. خب حالا اجراش بکنیم اگه به ارور نخوره. خب بله اجرا کرد و اون رو بست. منتها این هر از گاهی یک اروری داره، یک باگی داره این کتابخونه. البته مشکل از سیستم منه فکر کنم که not responding میگه. این رو باید حتما کلوز بکنیم و مجددا اون رو اجرا بکنیم. این کرنلش هم که باید ثبت بکنیم تا اینکه مجددا ریستارت بشه. خب الان کرنلش ریستارت میشه. بله این رو یه بار دیگه ما اجرا میکنیم مجددا. خب الان اجرا شد. خب الان بنزه 1 میلی ثانیه ثبت کرد و بعد از اون این رو خودش به صورت اتوماتیک کلوز میکنه. من میخوام اینو نمایش بده همیشه، من نمیخوام خودش به صورت اتوماتیک ببنده، میخوام این رو من ببینم. برای اینکه ببینیم یه عدد صفر فقط باید بذاریم. میگم آقا خودم میخوام این تصویر رو ببندم، این پنجره رو ببندم.
دیگه خودت برش ندار بعد از 1 ثانیه. خب الان من این رو اجرا میکنم. بله، یک پنجره جدید ایجاد شد. این ایمیجی که ما اینجا تعریف کردیم اومد به اسم، در واقع در اینجا قرار گرفت و تصویر ایمیج رو برای ما نمایش داد و به اندازه هر چقدر خواستید ثبت میکنید تا اینکه خودت این کلوز بزنی و این پنجره رو ببندی. خب الان من اینو میبندم و دستور بعدی اجرا میشه که فعلا من دستور بعدی رو براش تعریف نکردم. خب به این صورت ما میتونیم یک تصویر رو از دایرکتوری بگیریم و اون رو بخونیم. خب این کل بحث تصویر بود که ما چجوری میتونیم اون رو بخونیم، اون رو نمایشش بدیم. خب بریم راجع به ویدیو صحبت بکنیم، ببینیم چجوری ما میتونیم یک ویدیو رو بخونیم در پایتون. یکم قضیهش متفاوته با بحث تصویر. توی تصویر ما با یه دستور اون رو در واقع میخوندیم و اون رو نمایشش میدادیم. منتها توی بحث ویدیو یکم قضیه متفاوته. به چه صورت هستش؟ من میام یه دونه کپ تعریف میکنم مساوی هستش با، میگم آقا توی کتابخونه اوپن سی وی یه دونه دستور وجود داره به اسم ویدیو کپچر. ویدیو کپچر. خب این رو آقا بیا صدات میزنم ویدیو کپچر. حالا من ایناشو پاک میکنم کلا، میگم بیا تو یک در واقع آدرسی که بهت میدم و ویدیوشو کپچر بکن، ویدیوشو بگیر. خب میگه باشه، آدرسشو به من بده. طبق روال قبلی یه دونه در واقع دابل کوتیشن میذارم، دوباره برمیگردم به این آدرس بالایی. حالا من چون این در واقع بک اسلش ها رو به اسلش تغییر دادم، باز میخوام همین رو کپی بکنم فقط. خب میگم برو تو این همین آدرس، یه دونه فولدر، یه دونه فایل وجود داره، فایل ویدیویی هستش، اسمش رانینگه، از نوع MP4 هم هست که 12 ثانیه هم در واقع زمانشه. خب من میام، ببخشید، رانینگ مینویسم بعد نقطه MP4. خب الان این در واقع میره تو این آدرس، این ویدیو رو بر میداره، فیلمش رو کپچر میکنه و داخل متغیر کپ قرار میده. البته این رو دیگه بهش نمیگن متغیر، این رو بهش میگن آبجکت. حالا راجبش صحبت میکنیم. آبجکت ها مثلا همین الان بگم که بعداً به مشکل نخورید. آبجکت ها یک سری در واقع یک شیئی هستن توی پایتون، توی زبان پایتون، که دو نوع اطلاعات میتونن رو در خودشون نگه دارن. یکی میتونن دیتا در خودشون نگه دارن، مثلا عدد بهش بدی، مثلا من اینجا تعریف کردم ایمیج دیگه، این یک وریبل دیگه. ولی خب این آبجکته. چرا این وریبله؟ چون اینکه دیتاست دیگه، این یک ماتریسی از اعداد دیگه، این دیتا رو گذاشته توی ایمیج. ولی این بجز دیتا یه سری فانکشن ها هم داخلش وجود داره، یک سری فانکشن هم داره که میتونیم از اون فانکشن ها هم استفاده بکنیم. خب برای اینکه این ویدیو رو ما بخونیم، میایم یک حلقه بی‌نهایت ایجاد میکنیم، مینویسیم وایل 1 یا وایل true. خب هیچ فرقی نداره این دوتا با هم دیگه. بعد میگم آقا این کپی که گرفتی، این در واقع آبجکت کپ، بیا از فانکشن ریدش استفاده بکن. فانکشن رید اینجوری که میاد آقا این فیلم رو میخونه. خب این فیلم رو میخونه، بعد به ما یه چیزی پس میده. چی هست؟ 2 چیز به ما پس میده، یعنی در واقع خروجیش 2 چیزه که الان راجبشون صحبت میکنیم. یکیش حالا من میگم success، یکیش هم frame. خب 2 چیز به ما برمیگردونه هست، یکی سکسس هست، یکی هم فریم هستش. بذار ببینم این درست بود. خیر، باید یه دونه برش گردونیم عقب‌تر. درسته. خب سکسس چی هست؟ سکسس یک در واقع بولین هست که میگه آقا این ویدیو شما در حال اجرا هستش، تروه، الان در حال اجرا هستش. تموم شد، فالس به ما میگه آقا الان فالس دیگه، الان اجرا نمیشه، تموم شده. بذارید من این رو برای شما نمایش بدم. پرینت میکنم این سکسس رو تا اینکه کامل متوجه بشین با این بحث. خب من اینا رو اجرا میکنم. الان میگه تروه، یعنی این فیلم داره اجرا میشه در من، و الان شد فالس. و تا بی‌نهایت هی داره فالس میشه، هی داره فالس میشه، چون اینکه دیگه تموم شده دیگه. الان چیزی نمایش داده نمیشه، چیزی خونده نمیشه. و
این بود از سکسس. خب بذارید من این رو استاپ بکنم. بعدش یه چیزی که به ما پس میده فریم های این ویدیو هستش. یعنی چی؟ این ویدیویی که ما گرفتیم رو تک تک فریم ها رو به ما پس میده، تک تک فریم ها رو به ما نمایش میده، در واقع توی این قسمت میده که ما میتونیم از این فریم ها استفاده بکنیم. خب من نمیخوام فعلا ازش استفاده بکنم، میخوام اون رو فقط نمایشش بدم. نمایشش به چه صورت بود؟ طبق همین دستور بالایی دوباره می نویسم پایین cv.amshow. خب میگه آقا یه ویندو نیم تعریف بکن. ویندو نیم من میگم مثلا ویدیو آندرلاین 1. خب بعد میگه چی رو نمایش بدم؟ میگم فریم ها رو تک به تک نمایش بده. خب فریم ها رو نمایش میده. بعد میگم cv dot wait key به اندازه بعد از هر فریم که نمایش دادی به اندازه مثلا 30 میلی ثانیه صبر بکن که من اون تصویره رو ببینم و تو سر این وایله رو تکرار نکن. 30 میلی ثانیه صبر بکن من ببینمش. و به این صورت اینجوری نمایش میده تا اینکه من فیلم رو کامل میتونم مشاهده بکنم. خب حالا من اگه بیام این رو اجرا بکنم میبینیم که این فیلمه در واقع داره اجرا میشه و ما میتونیم این فیلم رو به صورت یک در واقع ویدیو واقعی مشاهده بکنیم و این فریم ها رو دیگه من نمیتونم احساس بکنم که به چه صورت هستن. این فریم ها انقدر پشت سر هم به صورت سریع رد میشن که من اون رو به صورت یک ویدیو مشاهده میکنم. خب باز باگ همیشگی سیستم من که به ارور خوردیم و این کرنل هم باز مجددا باید ریستارت بشه. خب یه چیز جالب دیگه هم نشونتون بدم توی این قسمت خوندن در واقع ویدیو. من مجددا اوپن سی وی رو ایمپورتش بکنم. اونم اینه که من میخوام یک دکمه تعریف بکنم، یک کلید تعریف بکنم روی کیبوردم که من هر موقع اینو فشار دادم این فیلمه دیگه قطع بشه. من اگه الان همین دستوری که نوشتم رو اجرا بکنم تا فردا باز وقتی که اون فیلمه داره اجرا میشه دکمه ضبط درش رو بزنم کلوزش بکنم باز ران میشه، باز دوباره برمیگرده. چون اینکه این وایل تروه دیگه، همیشه اجرا میشه، همیشه اجرا میشه. من میخوام به این صورت نباشه، یه دکمه میخوام تعریف بکنم. ببینید اون دکمه رو من چجوری تعریف میکنم. خب من میام بعد از اینکه فریم ها رو گرفتم و اون رو نمایشش دادم یه دونه دستور ایف می نویسم ایف بعد میگم cv.waitKey c یا مثلا یه عدد یکم بالاتر 50 فرقی نداره. میگم اگه این اندش خب با 0 x ff مساوی بود با یونیکود کد پوینت در واقع کیبورد کیو یا همون کیو شما بیا بریک بکن. تموم شد رفت. این به من میگه آقا هر موقع من کیو رو فشار دادم روی کیبوردم بریک بکن از این وایله بپر بیرون و من دیگه نمیخوام فیلم رو برای من نمایش بدی. خب حالا من این رو یه بار دیگه بذاری من آره بذار همون سی بمون. خب این رو اجرا میکنم، فیلم برای من اجرا میشه. حالا من کیو رو فشار میدم و فیلم قطع میشه و استاپ میشه دیگه. خب باز این اروره که عرض کردم این باگه هستش توی سیستم من و اون حالا به هر نحوی هستش باید دیگه رفع بشه. خب صبر میکنیم تا این پنجره هم بسته بشه. خب بذاریم اینجوری بکنیم. خب کرنلمون باز مجددا ریستارت شد و بریم سراغ موضوع بعدیمون. فصل سوممون در رابطه با در واقع رسم اشکال و نوشتن متن در تصویر هستش که بریم راجع به این کامل صحبت بکنیم. یه بار دیگه من میام این کتابخونه اوپن سی وی رو اینجا ایمپورتش میکنم. می‌نویسم ایمپورت cv2 as cv. این کتابخونه نامپایی هم که ما نصب کردیم اینم نیاز ما یه بار دیگه اون رو در واقع ایمپورتش بکنیم تا اینکه از فانکشن های داخلی اون هم بتونیم استفاده بکنیم. خب پس من می‌نویسم import numpy as np. خب الان این
دوتا کتابخونه رو من دارم، اون رو اجرا میکنم تا اینکه ایمپورت بشم. خب توی قسمت اول ما میخوایم یک بلانک ایمیج بسازیم، یک تصویر بلانک بسازیم، یک تصویر خالی در واقع. خب من می نویسم بلانک، مثلا بلانک ایمیج میسازم. حالا بذار رنگش هم بگیم بلک. خب مساوی، این یه اسم دیگه، یه اسم بلانک ایمیج بلک. خب برای اینکه این تصویر رو بسازم از یک دستوری در کتابخونه نامپای استفاده میکنم که اون دستور np.zeros هستش، یعنی کلا عدد صفر رو برای من تولید میکنه، اعداد صفر دیگه. میگه آقا یه شیپی به من بده، شیپ به من بده. میگم آقا تو یک تصویر مثلا بگم 500 در 500، یعنی یک ماتریس 500 در 500 برای من میسازه که همه صفرن. خب الان من این رو اجرا میکنم. توی این قسمت میبینید یه متغیر داریم به اسم blank image black، از نوع اینه 500 در 500 ابعادش، یعنی من اگه اون رو باز بکنم میبینیم همه صفرن. سکرول میکنم پایین تا 500، 0 تا 499 همه صفرن. از این طرفم تا 500 باز همه صفرن دیگه، این بالا نوشته. خب ما گفتیم که پایین ترین در واقع پیکسل ولیومون صفره. حالا باز میتونیم مثلا عدد منفی هم داریم، ولی خب فکر بکنیم فعلا پایین ترین پیکسل ولیومون صفر میتونه باشه. بالاترین پیکسل ولیومون هم مثلا میتونه هر عددی باشه دیگه، که پایین ترین عدد در واقع رنگش میشه مشکی، بالاترین عدد رنگش میشه سفید در واقع. و همه اعدادی که بین بالاترین عدد و پایین ترین عدد قرار دارن میشه مثلا رنگ‌های مختلفی که میتونیم باشون مثلا رنگ‌های مختلف بسازیم. خب بذاریم من اینو فعلا نمایش بدم ببینیم این تصویر برای ما ساخته شده یا نه. باز از دستور همیشگی cv.show میگه یه دونه ویندو به من، اسم ویندو برای من تعریف بکن. من میگم blank underline image. میگه چی هست؟ میگم اینه blank image black. بعد خب میگم cv.waitkey، بعد عدد صفر رو بهش میدم. خب من اگه این رو اجرا بکنم این تصویر مشکی رنگه پلات میشه، نمایش داده میشه که این ابعادش 500 در 500 هستش و در جهت عمقم چیزی ما نداریم فعلا. خب به این صورت ما میتونیم یک تصویر بلانک رو بسازیم. خب این الان تصویر مشکی هستش، ما میخوایم یک تصویر سفید هم بسازیم. خب تصویر سفید رو ما چجوری میسازیم؟ میگم آقا یه دونه بلانک ایمیج وایت هم تعریف میکنم، مساوی هستش با np دات، این بار به جای زیروس می‌نویسم ones، عدد یک. این بار این 500 در 500 که ما داریم به جای اینکه در واقع همه اعدادش همه ماتریساش یک صفر باشن، همه ماتریس اعداد داخل این ماتریس یک هستش که خب من این رو اجرا میکنم. بعدش در این قسمت می‌نویسم cv.show، میگم حالا بذارین اسمش رو در واقع همین باشه بلانک ایمیج. خب به این صورت و به این شکل الان دو تا تصویر، دو تا ویندو باز میکنه برای من. خب به این صورت یکی بلکشه یکی هم وایتشه که کامل سفیده. خب من اینا رو میبندم. بعد این ماتریس هایی که ما ساختیم ابعادشون 500 در 500، یعنی در واقع ما به صورت گری اسکیل میتونیم ببینیم. ما الان رنگا رو نمیتونیم داخل اینا نمایش بدیم. چرا؟ چون اینکه کانال های رنگی رو براشون تعریف نکردیم. خب برای اینکه کانال های رنگی تعریف بکنیم این ماتریسه ابعادش به جای اینکه 500 در 500 خالی باشه یه ویرگول و یه دونه سه هم قرار میدیم در انتها که اون سه میشه در واقع عمقش یا همون تعداد کانال هاش. پس خب من این رو اجرا میکنم، الان شد 500 در 500 در 3. خب اگه دقت بکنید اعداد اینا به صورت فلوت هستن، یعنی به صورت فلوت نشونش میده. فلوت گفتیم چیه؟ عدد اعشاری. اینو الان در واقع به این صورت نمایش میده. بذارید من نشونتون بدم، کامنت بذارم 0.0 نمایش داده و اینجوری این رو
از نوع فلوت میشناسیم دیگه ما، ولی خب ما میخوایم این صورت به این صورت یعنی فقط صفر باشه، چیز دیگه ای نباشه. اینو بهش میگن اینتیجر یا یو اینت 8 هم بهش میگن دیگه، آنساین اینتیجر 8. خب برای اینکه اینا رو ببینید اینجوریه، صفر ممیز صفر ممیز صفر ممیز یک ممیز یک ممیز. برای اینکه اینا رو تغییر بدیم یعنی از حالت فلوت درشون بیاریم، یه دونه آرگومان دیگه هم داره به اسم دی تایپ. دی تایپ در واقع همون دیتا تایپ دیگه، چیز خاصی نیست. یعنی میگه تایپ دیتا ها از چه نوع باشه. من میگم آقا بیا از نوع آنساین اینتیجر 8 باشه، به این صورت تعریفش کن. خب الان من اگه این رو اجرا بکنم همه شدن صفر، ببین صفر صفر صفر. بعد از نوع آنساین اینتیجر هم هستن. برای پایینی هم اگه باز همین رو بنویسیم در واقع اونم به آنساین اینتیجر 8 تغییر پیدا میکنن. خب به این صورت ما اومدیم یه سری بلانک ایمیج ساختیم و حالا با دیتا تایپ داخلشون هم آشنا شدیم که به چه صورت میتونیم اونا رو تغییر بدیم. خب من این رو سیو بکنم، بعد وارد قسمت رسم اشکال بشیم که ما میخوایم روی این در واقع بلانک ایمیج یک سری اشکال مختلف مثل یک خط، یک مستطیل، یک دایره بسازم و اون رو رسم بکنم. به چه صورت عمل میکنیم؟ خب ببینید اینجا وقتی ما اومدیم تصویر رو ساختیم یه دونه وریبل بلانک ایمیج بلک تعریف کردیم، گفتیم مساوی با این، یا مثلا در بالاتر اگه دقت بکنیم گفتیم ایمیجمون مساوی با cv دات امر، یعنی یه دونه وریبل به عنوان ایمیج تعریف کردیم. خب بعدش اومدیم نگفتیم که این ایمیج رو بیا مثلا مساوی هست با cv دات I'm show مثلا اینجوری، اومدیم گفتیم آقا cv دات I'm show این و ایمیج رو نمایش بده. فقط این دستور رو نوشتیم، اینو مساوی با چیزی قرار ندادیم. الانم به همین صورت عمل میکنیم. ببینید ما بلانک رو ساختیم، تصویرمون ساختیم و دیگه الان میخوایم از این تصویر استفاده بکنیم و روش یه چیزی رسم بکنیم. اولین چیزی که ما میخوایم رسم کنیم رسم یک خط هستش. ببینیم چجوری ما میتونیم یک خط رو در واقع بکشیم روی تصویرمون. خب CV می نویسم و لاین. در یه دونه تابع وجود داره داخل این کتابخونه اوپن CV به اسم تابع لاین که میگه آقا خب من یک خطی رو برات رسم میکنم، میگه آقا رو کدوم تصویر برات رسم بکنم، میگم روی بلانک ایمیج بلک. خب روی این برای من رسم بکن، میگه آقا PT1 و PT2 رو به من بده. PT1 همون پوینت 1 و پوینت 2 هستش، نقطه اول و نقطه دومی هستش. چه نقاطی باشن؟ مثلا من میگم آقا نقطه اولی 100 و 100 باشه، یعنی پیکسل صدم و در واقع پیکسل صدم و صدم در جهت x و y. بعد نقطه دومی کجا باشه؟ میگم آقا پیکسل 250 و 250 باشه. خب یعنی این نقطه رو به این نقطه وصل بکن. میگه کالر به من بده. کالر رو ما چجوری تعریف میکنیم؟ با ترکیبی از سه تا رنگ در واقع R و G و B. منتها تصاویری که ما در کتابخونه اوپن سی وی خونده میشن به صورت تصاویری هستن که کانال های رنگیشون به صورت BGR هستش و ما به این صورت تصاویر رو میخونیم، یعنی بلو گرین رد. خب الان این رو مشاهده میکنیم. برای اینکه یک تصویر بلو یک در واقع رنگ بلو بسازیم چیکار باید بکنیم؟ اینجوریه که 255 رو میدیم به عدد اولش، اون دوتا رو صفر میدیم، میگم کلا بلو باشه و آبی باشه. خب این خطی که حالا ما میسازیم کلا آبیه، قرار آبی باشه. خب یه ویرگول دیگه هم داره. در نهایت میگه تیکنسش رو به من بده. تیکنس یا همون ضخامتش، مثلا من میگم به اندازه 3 واحد ضخیم باش، ضخامت داشته باش. خب الان این خطه من اگه اینو اجرا بکنم این خطه روی این بلانک ایمیج ما در واقع رسم میشه. خب چیکار کنم ببینمش؟ دستور همیشگی cv داد am show، بعد ویندو نیم میگم مثلا لاین، بعد ویرگول، بعد میگم بلک ایمیج بلک. این در واقع اومده الان این بلانک ایمیج بلک رو تغییر داده، اینو تغییر داده و الان این بلانک ایمیج ما به این حالت در اومده، یعنی یک سری مثلا رنگا هم یک سری یه خط هم داخلش وارد شده. رو بذاریم اون رو نمایش بدم cv dot with key و صفر. خب الان من این رو اجرا میکنم،
میبینیم که الان تصویر ما در واقع بلنک ایمیج ما به این صورت در اومده که یک خطی داخلش هست و این اومده مستقیما این رو تغییر داده و یه وریبل، یه متغیر جدید ما نساختیم واسه این و مستقیما اومدیم روی این تصویر بلنکه این تغییرات رو اعمال کردیم. خب گفتم دیگه توی اوپن سی وی ما رنگا رو به صورت BGR میشناسیم، بلو گرین رد. این اولیه رو اگه عدد بدیم، دومی سومی رو عدد ندیم، یعنی رنگ بلو. بلو چیه؟ آبی، که الان مشاهده میکنیم این خط به رنگ آبی هستش. خب دستور بعدی که ما داریم رکتنگل یا همون رسم بله مستطیل هستش. خب برای اون برای اینکه اون رو رسمش بکنیم می نویسیم cv dot rectangle و rectangle. خب اینم باز به همون شکل سابق هستش. میگه رو چه ایمیجی من این مستطیل رو بسازم؟ میگم روی ایمیج بلک. میگه آقا مختصاتش رو بهم بگو. خب مختصاتش رو بذار من اعدادش رو بگم، راجبش صحبت میکنم. مثلا میگم آقا از نقطه 300 و 300 البته 300 و 350. خب بعد ویرگول، حالا الان کامل بهتون میگم چی هستش، تا نقطه مثلا 450 و یعنی در واقع 150 تا اینم 500. خب یه کالر بهش میدم، مثلا این بار میگم گرین باش. حالا گرین رو چجوری ترسیم میکنیم؟ 0 255 0. حالا 255 هم میتونه نباشه دیگه، مثلا یه عددی داشته باشه اینجا که این عدد نشون دهنده مقدار گرینه دیگه، مقدار سبزه. خب یه دونه تیکنس هم داره باز. حالا ویرگول تیکنسش رو مثلا این بار من میدم 1 باشه، بذار همون 1 باشه، ببینیم چه اتفاقی میفته. خب این لاینمون بود. البته باز فرقی ندارن، این همونو میتونیم باز، چون رو خود اون تصویر کار میکنه. بذار من بنویسم فقط اسمشو rectangle. خب راجع به این اعداد صحبت بکنیم. اینا چیا هستن؟ من یک تصویری آماده کردم به این صورته که برای اینکه یک مستطیلی رو بخوایم بسازیم به چه صورت این در واقع پوینت هاشو مشخص بکنیم. این مستطیل بزرگ رو دقت بکنید، این خود همون بلنک ایمیج ما هستش تو این مثالی که ما میخوایم بزنیم، که این نقطه بالایش نقطه 0 و 0، 0 در جهت x، 0 در جهت y. خب بعد ما میخوایم یک مستطیل بسازیم. اولین کاری که باید انجام بدیم باید اینه که این پوزیشن یا این پیکسل یا این موقعیت در واقع گوشه سمت چپ بالای مستطیل رو بهش بدیم. این موقعیت رو بهش میدیم، یعنی این میشه x و y ما. خب یعنی در واقع مستطیل ما پوینت اولش 300 در 350. خب یعنی این پوینت اول ما هستش. خب عدد دوم چی هست؟ عدد دومی 450 در 500. 450 در 500 اینه که میاد این 450 رو منهای 300 میکنه، میشه 150. میشه ویت ما، میشه 150 تا ویت داریم ما. یعنی در جهت x ها، در جهت محور x ها 150 تا واحد حرکت میکنه. در جهت محور y ها که 500 و منهای 150 میکنه، میشه باز همون 150. در جهت محور y ها هم 150 تا حرکت میکنه میاد پایین. یعنی خب در واقع به این صورت من خلاصش بکنم، 300 350 میشه این نقطه 300 350. خب بعد 450 500، یعنی اینجوری در جهت x ها از این لبه سمت چپ تا اینجا 450 تا پیکسله. از بالا از در واقع آره دیگه از بالا تا پایین 500 تا پیکسل، یعنی در واقع میچسبه به لبه پایینی. خب بذارید اجرا بکنیم، این رو مشاهده بکنید شما. خب به این صورت مشاهده میکنید که حالا رنگش گرین هست اولا. دوما اینکه این نقطه‌ای که ما داریم 300 در 350 هستش. بعد
اینجوریه که از این قسمت از لبه سمت چپ 450 تا حرکت میکنیم میرسیم به اینجا، بعد از بالا هم 500 تا حرکت بکنیم میرسیم به لبه سمت پایین. و به این صورت ما میتونیم حالا این مربع شد دیگه، چون 150 در 150 میتونیم مستطیل هم بسازیم، هیچ فرقی نداره. حالا شما خودتون مثلا یه سری مختصات دیگه بهش بدین و که تمرینی بشه واسهتون. خب این رو باز من میبندم، بریم سراغ قسمت بعدی که رسم دایره هستش. برای دایره هم باز دستور سرکل رو داریم که اونم باز کار خاصی نداره. سرکل رو مینویسیم، میگه روی چه تصویری، میگم بلانک ایمیج بلک، بیا رسمش بکن. میگه سنترش کجا باشه، من میگم سنترش مثلا پیکسل 100 بذاریم اینجوری باشه که حتما باید داخل پرانتز بنویسیم 100 و 100 باید باشه. این در واقع مرکز دایرمون قراره بشه. و خب رادیوسش رو باید بهش بدیم، میگم آقا رادیوس عدده، مثلا میگم آقا 50 تا پیکسل باشه، رادیوس شعاعش 50 پیکسل باشه. مثلا 50 پیکسل یه دایره بساز حول مرکز 100 و 100. خب و کالرش هم باز تعریف میکنیم، این بار رد رو بهش میدم که چی میشه 0 و 0 و 255. بعد یه دونه تیکنس هم باز داره که این سری مثلا من این تیکنس 3 بهش بدم. خب این بار اینا رو مجددا اجرا میکنم و میبینیم که به مرکز 100 و 100 و شعاع 50 یک دایره‌ای برای ما رسم کرده. ببینید این خطی که ما رسم کرده بودیم باز مرکزش 100 و 100 بود، یعنی این پوینت اولش 100 و 100 بود. الان یه جورایی مرکز دایره ما رو در واقع نمایش میده که کجا هستش. خب به این ترتیب ما میتونیم یک خط بسازیم، یک مستطیل بسازیم، یک سرکل بسازیم و اینا رو روی تصویرمون قرارش بدیم. حالا مثلا از این رکتانگل، از این مستطیل خیلی استفاده میشه بعدن. مثلا فرض بکنیم ما مختصات چهره یک فرد رو تشخیص دادیم، حالا میخوایم چهره اون فرد یک کادری دورش باشه، یک باوندینگ باکسی داشته باشه در واقع، که مختصاتش رو ما میتونیم داشته باشیم و بر اساس این دستور بیایم دور چهره اون فرد یک مربع، یک مستطیل قرار بدیم. از این جهت خیلی میتونه کاربردی باشه. خب بریم قسمت بعدی در رابطه با نوشتن متن صحبت بکنیم. ببینیم چجوری ما میتونیم یک متن خالی رو، یک متن رو روی یک تصویر قرار بدیم. این بار من میخوام از بلانک ایمیج وایت استفاده بکنم که در واقع یه جورایی راحت‌تر دیده بشه، چون اینکه بالایی کلا باش اشکال پر شدن. خب یه دونه دستور وجود داره به اسم دستور cv.putText. خب این پوت تکست اینجوریه که یک دونه تکستی رو داخل تصویر می‌نویسه و اون رو قرار میده. خب میگه آقا کجا میخوای من یک متن رو برات قرار بدم، میگم آقا blank image void، اینجا پیستش میکنم. میگه خب، میگه تکست رو بهم بده. تکست رو ما چجوری بهش میدادیم؟ حالا مثلا ما میتونیم همینجا شروع بکنیم، مثلا یک تست مثلا بنویسیم hello world، اینجوری مثلا یک تکست همین شکلی بهش بدیم، یا اینکه مثلا میتونیم بالا یه دونه متغیر تکست تعریف بکنیم که مثلا یه متنی داره دیگه، مثلا چی بنویسیم welcome home مثلا. خب فرقی نداره، بعد اینجا تکست رو بنویسیم، این قشنگ‌تره به نظر من، که این یعنی این تکست این بالایی هستش. خب میگه اوریجینش رو به من بده، مختصش رو به من بده، من کجا قرارش بدم؟ مثلا من میگم آقا توی پیکسل 100 و 100 قرارش بده. میگه خب اوکیه. فونت فیسش چی باشه؟ میگه با چه فونتی اینو واسط بنویسم؟ فونتش رو خود کتابخونه اوپن سی وی یه سری فونت های دیفالت داره که اگه شما فقط بنویسین فونت نقطه بعد ببخشید سی وی نقطه بعد فونت بذارین، فونت خودش یه سری رو بهتون پیشنهاد میده که اینا رو داره. حالا مثلا من یکیشون رو انتخاب میکنم، مثلا همین کامپلکسش رو انتخاب میکنم و با این فونت قراره این نوشته ما در واقع در تصویر قرار بگیره. بعد فونت سکیل هست که همون بزرگی این متن هستش، میگه آقا چقدر میخوای بزرگ باشه؟ مثلا من میگم آقا بنزه 4 باید. خب بعد کالر هم میگه تعریف بکن. حالا کالر رو بذارین یک رنگ ترکیبی بدیم، مثلا بگیم آقا 100 در 100 در مثلا 200، که این بیشتر چون عدد 200
وزن بیشتری داره، یعنی بیشتر به سمت رد میره، قرمز میره. خب الان اینو ما اگه اجرا بکنیم روی این تکست ویلکام هوم روی بلانک ایمیج وایت قرار میگیره. خب میایم با دستور همیشگی cv.am show یه دونه پنجره جدید میذاریم، می‌نویسیم تکست، در واقع تکست حالا ایمیج فرزن، بعد ویرگول، بعد بلانک ایمیج وایت رو اینجا میذاریم که کدمون قشنگ در بیاد، بعد cv.wait و صفر رو بهش میدیم. حالا من اگه اینا رو بیام کامل اجرا بکنم، خب بذاریم ببینیم ایراد از کجا هستش. متن رو قرار نداده، چرا؟ بذاریم من یه رنگ، شد مشکل از رنگ باشه، صفر و صفر و صفر بدیم که رنگ در واقع مشکی هستش. بله مشکل از رنگمون بوده ظاهرا. که ویلکام هوم رو میبینید با این صورت نمایش میده. حالا خیلی بزرگی، بذاریم همون یک بدم که کامل مشاهدهش بکنیم. ببخشید بذاریم یه بار دیگه این رو از اول اجرا بکنیم. آها الان متوجه شدم چرا رنگش رو نمایش نمیده. چرا؟ چون اینکه ما دو تا کانال، در واقع دو تا ابعاد براش تعریف کردیم و ما باید سه تا کانال رنگیش هم در نظر بگیریم، یعنی این سه هم بذاریم. خب من میذارم یه بار دیگه. خب بذاریم سه رو باز میذارم این بالا، اون رو اجرا میکنم، بعد برمیگردیم پایین، این اعداد رو بدیم 100 و این رو بدیم 255 مثلا. خب الان اجرا بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب مشکل از کجاست؟ بازم مشکل از دیتا تایپش، دی تایپ مساویه با اینت 8. بذاریم ببینیم درست نوشتیم. تکستمون اینه، بلانک ایمیج وایت هست، رنگمون اینه. خب ظاهرا همه چی درسته. خب الان درست شد دیگه. ببینید ما گفتیم که چون پیکسل ولیومون از 0 تا 255 گفتیم هرچه نزدیکتر باشن به یک، نزدیکتر باشن به صفر، در واقع ما مشکی میبینیم اونا رو. حالا چون ما سه تا کانال رنگی تعریف کردیم، این یکه در واقع همون مشکی در واقع تعریف شده و ما به صورت مشکی میبینیم MP0 MP1 رو. این به این خاطره چون ما سه تا کانال رنگی تعریف کردیم واسش. پس بنابراین به این صورت ما میتونیم یک متنی رو بیایم با استفاده از دستور cv.putText اون رو روی تصویرمون قرارش بدیم و اون رو نمایشش بدیم.